بسیار مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت همه. امیدوارم که حال همه خوب باشه و امیدوارم که جلسه خوبی رو بتونیم برگزار کنیم، هرچند که امروز متاسفانه با خبر شدیم که یکی از معترضان جنبش زن زندگی آزادی جاوید نام رضا رستاقی رو اعدام کردن. درود می‌فرستیم به روان همه مبارزان و شهیدان راه آزادی و امیدواریم که راهشون همیشه پررهرو باشه و این جنبش بزرگ و تاریخی که در کشور ما آغاز شده به سرانجام‌ها و اهداف بزرگ و انسانی و آزادیخواهانه خودش برسه. ما در جلسه قبل تا ابتدای فصل دوم که درباره آزادی اندیشه و بحث هست رو پی گرفتیم که صفحه 85 در این چاپی هست که قبلا معرفی کردیم. خب در این فصل جان اسپاتنیک اختصاصا درباره آزادی عقیده، آزادی انتقاد و بحث و آزادی اندیشه صحبت و هم اصولش رو میگه، هم ضرورتش رو، هم چرایی این که باید همیشه عقاید و نقد عقاید همزمان آزاد باشن، بحث درباره عقاید همیشه آزاد باشه. اصول و چارچوبی رو داره که در این فصل خوابیده و این فصل تقریبا مفصل ترین و طولانی ترین فصل کتاب جان استوارت میل هست و بیشتر اهمیت کتاب هم به خاطر همین فصل هست. خب فصل اینطور شروع میشه، با این جملات شروع میشه، میگه که امیدوارم آن زمان سپری شده باشد که هر گونه دفاع از آزادی نشر به عنوان یکی از تضمین‌ها در برابر حکومت فاسد و بیدادگر همچنان ضروری باشد. تصور نمی‌کنم که دیگر طرح این استدلال ضرورت داشته باشد که نباید به یک قوه قانون‌گذار یا اجرایی که علاقه‌ای به مصلحت مردم ندارد اجازه داد که عقایدی را برای آنها تصویب کند و تعیین نماید که چه استدلال‌هایی را اجازه دارند بشنوند. خب اینجا وقتی میگه که آزادی نشر، منظورش همین آزادی نشر عقاید و نشر عقاید مخالف آنها، یعنی نقد آنهاست. و میگه که خب حالا به هر حال جان استوارت میل در زمانه‌ای داره می‌نویسه که به هر حال آزادی‌های سیاسی و مدنی لااقل به شکل حقوقی در انگلستان وجود داشتن و میگه که امیدوارم دیگه شرایط طوری نباشه که ما لازم باشه از آزادی نشر عقاید به عنوان یکی از تضمین‌ها در برابر حکومت فاسد و بیدادگر همچنان دفاع کنیم. چون که حکومت‌های فاسد و بیدادگر نه مخالفان خودشون رو تحمل میکنن، نه عقاید مخالف رو تحمل میکنن و به هر حال یک جامعه یک دستی رو و ذهن‌های بسته‌ای رو نیاز دارن که همون صدایی رو تکرار کنه که خود اون حکومت تکرار میکنه، همون حرفی رو بزنه که حکومت میپسنده، همون چیزی رو بگه که تایید سیاست حاکم و عقایدیه که خود حاکم ترویج میده و به اونها علاقه داره که خب یک شکل این حکومت ها مذهبیه و خب شکل های دیگه هم هست که غیر مذهبی هستن ولی همین رویه رو دارن. و خب
این که مردم حق داشته باشن، آزادی داشته باشن که عقایدشون رو آزادانه نشر بدن، به معنای این هست که بتونن علنا با اون عقیده، با اون تصمیم ها، با اون گزاره هایی که حکومت حمایت میکنه مخالفت کنن و به چالش بکشن و خطاهاش رو و نواقصش رو آشکار کنن و عقاید و گزاره های درستری رو در سیاست وارد کنن. خب در ادامه میگه که تصور نمی کنم که دیگر طرح این استدلال ضرورت داشته باشد که نباید به یک قوه قانونگذار یا اجرایی که علاقه‌ای به مصلحت مردم ندارد اجازه داد که عقایدی را برای آنها تصدیق کند و تعیین نماید که چه استدلال‌هایی را اجازه دارند بشنوند. خب دستورات میگه دیگه ضرورتی نداره که این استدلال رو مطرح کنیم که چرا نباید یک قوه قانونگذار یعنی حالا مجلس یا پارلمان یا یک قوه اجرایی، حالا میخواد پادشاه باشه، میخواد نمیدونم رئیس جمهور باشه یا هر نهاد دیگه که خب میگه حالا ما در شرایطی هستیم که دیگه ضرورت نداره که استدلال کنیم که یک چنین نهادها و قوه‌هایی اجازه داشته باشن که برای مردم تعیین کنن که چه استدلال‌هایی رو بشنون، چه عقایدی رو بشنون. و خب امیدواریم که ما هم به روزی برسیم و اون روز رو ببینیم که دیگه طرح این استدلال برای ما هم ضرورتی نداشته باشه و وقتی به همچین جمله‌ای برسیم بگیم که خب ما دیگه از اون مرحله گذر کردیم که حالا بگیم قوای مقننه و مجریه اجازه ندارن به ما بگن چی حق دارید بشنوید، چی حق دارید بگید، چی حق ندارید بگید. خب به هر حال اینجا داره مقدماتی رو مطرح میکنه که وارد همون در واقع بحث‌های اجتماعی بشه. یعنی میخواد بگه که دیگه ما از این مرحله گذر کردیم که صرفا بر اساس ضرورت‌های سیاسی این استدلال‌ها رو بیاریم و خب خوش به حالش. اینجا در صفحه 86 میگه که حتی خود مردم هم حق ندارند در واقع به حکومت که همچین قدرتی رو بدن یا همچین حقی رو بدن که به دست خودشون و با رضایت خودشون به حکومت بگن که چون فلان عقاید درست هست، چون فلان عقاید رو ما تایید میکنیم پس حکومت حق داره که بر اساس اون عقاید اعمال قدرت کنه. یعنی اساسا کلا این شیوهی که ما یک سری عقاید رو، یک سری اندیشه ها رو مطلق بدونیم، نهایی بدونیم، صحیح بدونیم، حالا چه اقتدار جامعه پشتش باشه چه اقتدار حکومت، اساسا این یک شیوه غلطه که ما بگیم چون این اندیشه ها درسته پس ما بر اساس این اندیشه ها باید اعمال قدرت کنیم. و خب در ادامه میگه که به نظر من قدرت ذاتاً امری نامشروع است. حتی بهترین حکومت هم چنین حقی را ندارد چه رسد به بدترین آن. حتی بهترین حکومت هم حق نداره که از جانب مطلق بودن یا صحیح بودن نهایی و قطعی یک اندیشه هایی قدرتش رو اعمال کنه، اقداماتش رو توجیه کنه. حکومت فقط باید بر اساس انتقال ها و بر اساس بحث ها و عقاید مخالفی که در واقع اون در نهایت به یک عقیده میرسن اون اقدامش رو موقتا صحیح بدونه یا اون اندیشه و عقیده رو موقتا صحیح بدونه. و در غیر این صورت چه حتی بهترین حکومت باشه چه از جانب جامعه این قدرت بهش داده باشه این کار نامشروعه.
که ما در واقع چیزی رو نهایی بگیریم و حالا به اسم اینکه این درسته، این حقیقت محض، این یقین مطلقه، بر اساسش اعمال قدرت کنیم، چون در هر صورتی به استبداد منتهی. به همین دلیل میگه که قدرت ذاتاً امر نامشروعی. قدرت چیزی نیست که پشتوانه صحیح بودن یک چیزی بشه. یعنی ممکنه شما با یک اندیشه روبرو بشید و یا حتی با یک اقدامی که بر اساس اون اندیشه صورت میگیره، بعد شما بپرسید که بر چه اساسی شما دارید با این تعصب، با این حد از یقین دانستن و عقیده عمل میکنید و حتی با قاطعیت دارید بهش عمل میکنید، بعد به شما بگن چون که دولت مثلا این تایید، چون که قدرت این رو تایید میکنه. و همین دلیل که میگه قدرت ذاتاً امر نامشروعی نیست. چیزی نیست که بخواد مشروعیت بده به چیزی نیست که بخواد به یک اقدامی، به یک اندیشه‌ای، به یک عقیده‌ای مشروعیت بده. و صحیح بودن یا نبودن اندیشه ها، درست بودن یا نبودن اقدامات دولت هیچ بنیادی برای درست بودن یک اندیشه بر اساس پشتیبانی اقتدار نداره. خب به اینجا حالا توی پاورقی که میاد یک بحثی رو مطرح میکنه که از صفحه قبل شروع شده و یک سوالی مطرح میکنه، به اون سوال جواب و میگه که آیا اگر مردمانی در یک جامعه زندگی کنن که یک حاکم جنایتکار داره، یک حاکم مستبد زورگوی جانی داره که جان افراد رو میگیره، سرکوب میکنه، کشتار میکنه، خب آیا و البته خودش رو فراتر از قانون میدونه، آیا کشتن همچین کسی، انقلاب و شورش کردن علیه همچین کسی و بعد کشتنش قتل محسوب میشه؟ آیا این در زمره آدم کشیه؟ خب اگر ما قبول کنیم که هم چیزی قتل آدم کشیه، خب پس نمیتونیم به اخلاقی بودنش حکم کنیم. اگر نتیجه دیگری بگیریم میتونیم حکم کنیم که این کار اخلاقی. خب چیزی که جان استوارت میل میگه که کنش هر شهروند خصوصی در سرنگون ساختن جنایتکاری که خود را فراتر از قانون می‌داند و تصور می‌کند که نباید دست کیفر یا نظارت قانونی به ساحت او برسد، از سوی همه ملت‌ها و برخی از بهترین و خردمندترین انسان‌ها نه به عنوان یک جرم بلکه بدون یک فضیلت برتر انگاشته شده است. چه درست چه نادرست این کار ماهیت آدمکشی ندارد، بلکه از مقوله جنگ داخلی به شمار می‌آید. خب میگه که کشتن اون در واقع مستبد از سوی همه ملت ها و برخی از بهترین و خردمندترین انسان ها نه تنها جرم دانسته نشده بلکه یک فضیلت دانسته شده و ماهیت آدم کشی نداره، چون که این دیگه از مقوله جنگ داخلی. و حالا شاید به هر حال دوستانی که مطالعه داشتن و با اندیشه های جان لاک هم آشنا هستن یادشون هست که جان لاک میگفت که وظیفه حکومت اینه که آزادی ها رو حفظ کنه، حقوق انسان ها رو حفظ کنه، از نقض حقوق انسان ها به دست همدیگه و همچنین به دست خودش جلوگیری کنه. و اگر حکومتی پیدا شد و خوشبختی انسان ها رو زائل کرد و در خدمت خوشبختی انسان ها نبود و به هر حال حتی طوری رفتار کرد که انسان ها رو بدبخت کرد، یعنی بر خلاف قرارداد اجتماعی که بین حاکم و شهروندان هست عمل کرد، این معناش اینه که اون حاکم به مردم اعلان جنگ کرده و مردم حق دارن که اون حاکم رو براندازن و یک حاکم دیگه یا یک حکومت دیگه رو جاش بنشونن که در خدمت خوشبختی انسان ها و اون جامعه باشه. و این رو معروف هست که میگن جان لاک فیلسوف لیبرالی بود که حق انقلاب رو به رسمیت شناخت. و خب به هر حال جان استوارت میل هم به عنوان ادامه دهنده همون سنت اینجا میگه که در واقع شورش علیه مستبدان و
از بین بردنشون از مقوله جنگ داخلیه. دقیقا به همون دلیلی که گفتیم که در صورتی که حاکم اون رفتار نادرست رو در پیش بگیره، معناش اعلان جنگ علیه مردم. خب برگردیم به ادامه متن و خب اینجایی که از صفحه 86 به صفحه 87 و میگه که کاربرد قدرت بر وفق عقیده عمومی، یعنی اعمال قدرت بر وفق عقیده عمومی، حتی از اعمال آن در مغایرت با این عقیده نیز زشت‌تر است. خب این همون چیزی که قبلش هم گفتیم که فرقی نداره که یک جامعه از اقتدار خودش استفاده کنه تا یه اندیشه ای رو حمایت کنه، یک عقیده ای رو حمایت کنه، یا حکومت. در هر صورت اون اعمال قدرت بر وفق عقیده عمومی، چه از جانب جامعه باشه چه از جانب حکومت باشه، باعث نمیشه که اون اندیشه یک اندیشه صحیح و درست دانسته بشه، باعث حق بودن اون عقیده نمیشه. خب در ادامه میگه که حتی اگر همه انسان ها به جز یک تنین از مهمترین جملات جان استوارت میل در این کتابی که خیلی جاها نقل میکنن این جمله و بسیاری از جملات بعدش تا آخر این پاراگراف، میگه که حتی اگر همه انسان ها به جز یک تن و یک عقیده باشند، اگر انسان این قدرت رو داشته باشد که تنها همان یک تن را ساکت سازد، عمل او توجیه کنید. شما فرض کنید که همه انسان ها، تمام انسان هایی که روی کره زمین وجود داشته باشن، یک عقیده داشته باشن، همه یک فکر و یک اندیشه رو داشته باشن و فقط یک نفر وجود داشته باشه که برخلاف تمام انسان های روی زمین فکر کنه و عقیده و نظر متفاوتی با تمام انسان های روی زمین داشته باشه و همه انسان های روی زمین مثل هم فکر کنن، هیچ توجیهی وجود نداره، هیچ حقی وجود نداره که ما اون یک نفر رو ساکت کنیم. یعنی شما فرض کنید که یک عقیده‌ای به قدری تایید شده است، به قدری درست دانسته میشه که همه انسان‌ها به جز یک نفر بهش باور داشته باشن. اینکه همه انسان‌ها به جز یک نفر بهش باور داشته باشن باز هم باعث نمیشه که ما اون رو به عنوان یک حقیقت نهایی تلقی کنیم و بعد به همین پشتوانه، به همین واسطه اون یک نفر رو ساکت کنیم یا وادارش کنیم که با دیگران هم عقیده بشه، حتی اگر یک نفر باشه. خب در ادامه میگه اگر یک عقیده تعلق به کسی داشته باشد که تنها برای خودش ارزش داشته باشد و جلوگیری از برخورداری از این حق تنها یک لطمه خصوصی باشد، باز هم تفاوتی نمی کند که این لطمه به یک شخص وارد شود یا به بسیاری از اشخاص. ولی شر خاص جلوگیری از یک عقیده نیست که یک نسل از بشریت و یا اعقاب نسل موجود را از داشتن آن عقیده محروم می‌سازد. آنهایی که با آن عقیده مخالفند حتی بیشتر از کسانی که با آن موافقند ممکن است از آن سرکوب زیان ببینند. اگر آن عقیده درست باشد، آدم‌ها از فرصت تبادل یک عقیده درست به جای یک عقیده نادرست محروم می‌شوند. و اگر آن عقیده نادرست باشد، آدم‌ها تقریباً از امر دیگری که برایشان بسیار فایده دارد محروم می‌شوند. و آن این است که از درک روشن‌تر و تأثیر سرزنده‌تر حقیقت بر اثر برخورد با یک عقیده خطا بی‌نصیب می‌شوند. خب میگه شما فرض کنید که اون در واقع یک نفری رو که مثال زدیم، میگه فکر کنید که اون عقیده فقط برای خودش ارزشمند باشه و جلوگیری از این حق فقط یک لطمه خصوصی به اون شخص بشه. میگه فرقی نمیکنه که شما این آسیب رو به یک شخص وارد کنید یا به اشخاص بسیار. چرا؟ چون که وقتی شما یک عقیده رو سرکوب میکنید، بالاخره یا اون عقیده یک حقیقتی درش هست که در این صورت یک نسل از بشریت یا دیگرانی که بعداً میان اعقاب اون نسل‌های بعد رو از داشتن اون عقیده محروم میکنید.
و اگر اون عقیده درست باشه و اگر اون عقیده خطا باشه، باز یک نعمت دیگر رو شما از دست دادید و اون اینه که در واقع از محکم شدن استدلال هاتون، از اینکه عقایدتون محکمتر بشه، استدلال هاتون درستتر بشه، به درستی بیشتر اون عقیده پی ببرید که به قول خودش درک روشنتر و تأثیر سرزنده تری از اون حقیقت داشته باشید، محروم میشه. پرسیدن که منظور از اتوریتی چیه؟ این همونیه که بهش میگن اتوریته، یعنی اقتدار. والا گاهی مرجعیت هم ترجمه میشه، ولی خب معمولا توی متون سیاسی معنای اقتدار هست. آقای وارسته بفرمایید. ببخشید، اینجا که داره میگه به نظر من قدرت ذاتاً امری نامشروع است، میخواستم اینجا رو بدونم که منظورش اینجا از قدرت پاور، ترجمه پاور یا اتوریته است. مرسی. اینجا مطمئنا ترجمه پاور هست، چون که اگر اتوریته بود همون اقتدار ترجمه میشد. جاهای دیگه در متن هم هست که اتوریته رو همون اقتدار ترجمه کرد. خب و به هر حال داره میگه که قدرت ذاتاً امر نامشروعیه، یعنی اینکه قدرت فقط میتونه در مواردی و در جاهایی کاربرد داشته باشه که چاره ای نداریم جز اینکه از قدرت استفاده. به همین دلیلی که میگه ذاتاً نامشروع، یعنی استفاده ازش از روی ناچاریه. یعنی اگر در واقع ما در یک جامعه زندگی میکردیم که مطمئن بودیم کسی حق کسی رو پایمال نمیکنه، در یک جامعه زندگی میکردیم که مطمئن بودیم آزادی هایی هستن که کسی اونها رو از بین نمیبره، اگر به خاطر نگرانی از امنیت و خیلی چیزهای دیگه ای که به هر حال دولت‌ها کارکرد دارن و برای اون کارکردشون ناچارن از قدرت استفاده کنن، اگر اینها نبود ما اصلا سراغ قدرت نمی رفتیم. برای همین میگه که قدرت ذاتاً نامشروعه. یا باز هم به جان لاک اگر ارجاع بدیم، میگفت که دولت یک شر اجتناب ناپذیره. ما میگفت که دولت یک شر ضروریه، ذاتاً یک شره، ولی خب بعضی ضرورت ها باعث شده که ما اجازه بدیم وجود داشته باشه. برای همین هم باید همیشه مراقبش باشیم، همیشه کنترلش کنیم، همیشه مهارش کنیم تا از اون حالت کاربردیش خارج نشه. معنای این یک جمله هم اینجا همینه، قدرت ذاتاً امر نامشروعیه، این استفاده ازش فقط از سر ناچاری. حالا چه برسه به این که بخواد این قدرت معیار حقیقت قرار میگیره، یعنی ما بگیم چون مقامات دولتی میگن این اندیشه درسته، با اتکا به این در واقع تایید حکومتی ما بگیم درسته. چه برسه به این که جامعه بیاد بگه این عقیده درسته، پس حکومت باید از این عقیده حمایت کنه و تحمیل کنه. خب وقتی خود قدرتی هم تو وضعیتی داره، چه برسه به این که بخواد پشتوانه درست و نادرست بودن عقاید و اندیشه ها باشه. خب ما توی این پاراگرافی که خوندیم در کل 2 تا گزینه رو در نظر گرفتیم. یا یک عقیده درسته ما سرکوبش میکنیم، خب در این صورت نسل های دیگر رو یا نسل موجود رو از اون حقیقت محروم میکنیم، یا اینکه اون عقیده غلطه رو سرکوبش میکنیم و در این صورت ما نمیتونیم به بعضی از خطاهایی که در عقیده فعلیمون داریم پی ببریم، نمیتونیم استدلال هامون رو تقویت کنیم، نمیتونیم به درک روشنتری از اون حقیقتی که در اختیارمونه برسیم، چون به هر حال این نقدها هستن که نشون میدن که اون عقیده چقدر درسته، چقدر پایداره. و به خاطر همینی که همیشه سرکوب زیان میرسونه، چه به شخص چه به جمع. حالا چه اون عقیده درست باشه چه غلط باشه، سرکوبش در هر صورت ضرر میرسه، زیان میرسه و ما رو از یک
خیری از یک نعمتی محروم، چه به اون طریق اول چه به طریق دوم. و اینجا هم میگه که اگر آن عقیده درست باشد آدم‌ها از فرصت تبادل یک عقیده درست به یک عقیده نادرست محروم میشن. اگر آن عقیده نادرست باشد آدم‌ها تقریبا از امر دیگری که برایشان بسیار فایده دارد محروم میشوند و آن این است که از درک روشن‌تر و تاثیر سرزنده‌تر حقیقت در اثر برخورد با یک عقیده خطا بی‌نصیب میشه. خب این رو هم که توضیح. خب بعد در پاراگراف بعد میگه که ما نمیتوانیم مطمئن باشیم عقیده ای را که میخواهیم سرکوب کنیم یک عقیده غلط و اگر مطمئن هم باشیم باز هم سرکوب آن کار درسته. میگه خیلی خب حالا بیایم مثلا فکر کنیم ما تصمیم گرفتیم که عقاید غلط رو سرکوب کنیم مثلا. و اینجا میگه که خب حالا از کجا میخوایم مطمئن بشیم که این عقیده غلطی که میخوایم سرکوبش کنیم؟ ما راهی نداریم برای اینکه متوجه بشیم که اون عقیده به قدری غلطی که شایسته سرکوب. اون که خیلی از حقایق بودن که بعداً معلوم شده که حقیقت داشتن، هرچند در اون زمانه مردم حتی با تمسخر در واقع باش روبرو شده. این زمانی همه مردم، همه دانشمندا گفتن که این خورشیده که دور زمین میچرخه و چیز دیگه غیر از این براشون خنده‌دار بود. یه زمانی در اون زمانه کسی پیدا شده گفته که نه، این در واقع زمین هست که گرد خورشید میچرخه و ما اینطور فکر میکنیم. و خب همه بهش خندیدن و گفتن که این عقیده غلطه، حتی سرکوبش هم کردن، دادگاهیش کردن، توبه کرده تا آخر عمر حصر خانگی کشیده بود گالیله. ولی چیز زیادی نگذشت که معلوم شد که همه اشتباه فکر میکردن و گالیله درست. خب به هر حال ما نمیتونیم اون عقیده‌ای که داریم، اون حقیقتی رو که بهش قائل هستیم رو آری از خطا بدونیم، طوری آری از خطا بدونیم که ادعا کنیم تمام عقاید مخالف با اون غلطن و بعد یک یقین مطلقی هم در اختیار داشته باشیم که خب هیچ انسانی نمیتونه به اون برسه، بعد بگیم که خب پس این عقیده ها غلطن، پس باید سرکوب. خب اینجا میگه که ما اگر بخوایم عقاید غلط رو سرکوب کنیم خب راهی نداریم برای اینکه ثابت کنیم که حتما غلطن. و اگر هم حتی بر فرض که حالا یک راهی هم داشته باشیم که بفهمیم که این عقیده ها اشتباه هستن، باز هم سرکوبشون کار درسته. چون ما متوجه شدیم که از طریق همین اندیشه های مخالف، حتی اندیشه های مخالف غلطی که ما استدلال هامون رو تقویت میکنیم، به درک تازه تری از حقیقت میرسیم، به درک تازه تری از عقایدمون میرسیم، به درک روشنتری پیدا میکنیم و استدلال هامون رو تقویت میکنیم و حتی بیشتر پی میبریم که اون چیزی که بهش باور داریم یک حقیقت. خب پس حتی اگه خطا هم باشه باز هم سرکوبش کار درست. خب در ادامه میگه نخست آن که عقیده‌ای که می‌خواهیم آن را با اقتدار سرکوب سازیم ممکن است درست باشه. همین که گفت آنهایی که با انکار حقیقت یک عقیده می‌خواهند آن را سرکوب کنند خودشان خطا ناپذیر نیستند. میگه شما مگر انسان یا شخص یا ذهن خطا ناپذیری رو، خطا ناپذیر معصوم دیگه، مگر سراغ دارید که حالا بخواید با اتکا به اون خطا ناپذیری و معصومیت عقاید دیگر رو سرکوب کنید؟ همه خطا پذیرند، همه ممکنه جایی از راه رو، جایی از استدلالشون رو اشتباه رفته باشن، یک باوری رو اشتباه پیدا کرده باشن و خب چون همه در واقع خطا پذیرن نه خطا ناپذیر باشن، بنابراین حق ندارن که عقاید دیگر رو سرکوب کنن. و در ادامه میگه که سرباز زدن آدم ها از شنیدن یک عقیده به خاطر اطمینان از نادرستی آن و این فرض استوار است که یقین آنها همان یقین مطلق است. هر گونه ساکت کردن یک بحث
و یک نوع فرض خطا ناپذیری استوار است. خب میگه حالا چی میشه که یه عده فکر میکنن که باید دیگران رو، اندیشه دیگران رو و آزادی نشر اون اندیشه ها رو سرکوب کنن. این ناشی از این خطا یا توهمه که فکر میکنن که خودشون به یقین مطلق رسیدن، یک حقیقت نهایی رسیدن که فراتر از اون نمیشه در واقع چیزی گفت یا حقیقت جدیدی رو. این فرض یقین مطلق که برای خودشون قائل میشن باعث میشه که به خودشون حق بدن یک بحثی رو، یک عقیده‌ای رو صراحتاً و قطعاً نادرست بدونن و سرکوب کنن. خب اینجا بحث خطاپذیری. این خطاپذیری این شیوهی بود که حالا بعد از جان استوارت میل اندیشمندای پراگماتیست مثل چارلز پرس، مثل ویلیام جیمز، جان دیوی، شیله و حالا اندیشمندان دیگه که بعد از اون اومدن، این شکل خطاپذیری رو به عنوان یک معیار برای پی بردن به حقیقت یا معیار برای صدق در نظر گرفت. و اون این خطاپذیری یعنی این که ما یک عقیده‌ای رو، یک حقیقتی رو تا وقتی حقیقت میدونیم، تا وقتی میتونیم بهش یقین داشته باشیم، بهش اعتقاد داشته باشیم که اونو در معرض خطاپذیری قرارش بدیم، به این معنا که تمام نقدها و تمام عقاید مخالف رو بیاریم، اجازه بدیم، بعد با اونها بسنجیم و ببینیم اگر از اون نقدها و از اون مخالفت‌ها جان سالم به در برد، یعنی اینکه حالا فعلا حقیقت داره. و چون این مثلا نظریه‌های علمی در معرض خطاپذیری هستند، به محض اینکه به مرور زمان به داده‌های تازه‌ای رسیدیم، به دانسته‌های تازه‌ای رسیدیم که خطا بودن اون عقیده یا بخشی از اون عقیده رو ثابت کردن، ما اون رو دیگه از اون عقیده دست برمی‌داریم و برای داده‌های جدید، حقایق جدید، عقاید جدید خودمون رو آماده می‌کنیم و این بهش میگن روش خطاپذیری. که خب البته این روش خطاپذیری در جای جای اندیشه‌های جان استوارت میل هست، ولی خب اینطور که برای علم و نظریه‌های علمی به کار بره بعداً در آثار پراگماتیست ها ظاهر شد که در واقع می‌خواستن یک معیاری رو برای روش علمی پیدا کنن. خب بریم به صفحه 88، صفحه بعد. خب ما دیگه وقتی به خطاپذیری قائل باشیم دیگه به چیزی به اسم یقین مطلق هم نمیتونیم قائل باشیم، چون که ما یقین مطلق یعنی اینکه اصلا دیگه راهی نداریم برای اینکه چیزی رو خطا بدونیم. یک یقینی داریم و اون یقین مطلق، یعنی به هیچ وجهی مشروط نیست، به هیچ وجهی نمیتونیم زیر سوال ببریمش، برش اشکال بگیریم، چیزی رو جدیدی رو واردش کنیم و نقدی بهش وارد. پس اگر ما به خطاپذیری قائل باشیم، چون که همیشه آماده ایم که همیشه منتظریم که گزاره های اون حقیقت زیر سوال برن، همیشه گشوده ایم به اینکه نقدهای جدید بیان و این رو محک بزنن و یا دوباره اون نقدها استوارترش میکنن، خطاهاش برطرف میشه، یا باطل بودنش رو اثبات میکنن و ما به دنبال عقاید جدیدتری میریم که در واقع فعلا برای ما یقین داره، نه الابد. خب خطاپذیری این کارو میکنه دیگه. ما اگر هم به قول پرس قرار باشه به یک یقین مطلقی برسیم، اون دیگه معلوم نیست که کی در تاریخ بشر اتفاق بیفته، چون داشتن یقین مطلق به قول پرس یعنی داشتن کامل ترین تجربه ممکن. خب این لااقل تا نسل‌های بعدی بشر هم تا جایی که میتونیم نمیتونیم اطمینان داشته باشیم که ما به تجربه کامل رسیدیم. ما فقط
بخشی از واقعیت‌ها رو تجربه می‌کنیم و حقایق فعلیمون رو بر اساس اونها تشکیل میدیم تا اینکه به هر حال باز ابزارهای جدیدی پیدا بشن که بتونیم چیزهای بیشتری رو کشف کنیم. خب صفحه 88 میگه که با ابراز تأسف درباره ادراک نادرست نوع بشر باید گفت که واقعیت خطاناپذیری انسان‌ها نه از داوری عملیشان بلکه همیشه از نظریه خطاناپذیری آنها سرچشمه می‌گیرد. زیرا در حالی که هر کسی با آنکه به خوبی می‌داند خطاپذیر است ولی کمتر برای خود ضروری می‌بیند که با توجه به خطاپذیری‌اش در قضاوت‌هایش احتیاط‌هایی را به کار ببندد یا این فرض را بپذیرد که هر عقیده‌ای را که برای خود بسیار متقن می‌انگارد ممکن است یکی از مصداق‌های خطایی باشد که امکان ارتکابش برای او احتمال دارد. خب میگه که اینکه انسان‌ها خودشون رو خطا ناپذیر می‌دونن و اینکه در داوری عملیشون و در امور روزمرهشون مدام متوجه میشن که خیلی از عقایدشون، خیلی از چیزی که فکر میکردن درسته ولی درست نبود باش روبرو میشن، ولی خب یک نظریه خطا ناپذیری دارن. فکر می‌کنن چیزی که میدونن دیگه حقیقت نهایی داره. شما با انسان‌هایی با افرادی روبرو شدید که فکر میکنن چون این عقیده خودشونه لابد درسته، یکی خودشون بهش باور دارن. ولی اگر شما بهش بگید که شما مثل بقیه یک انسان خطاپذیری هستی، ممکنه این فکرت اشتباه باشه، بیا گوش کن به اون کسایی که با تو مخالفن. خب خیلی ها رو دیدیم که مقاومت میکنن. به صرف این که این باور خودشونه، برای خودشون حتی ناپذیری یعنی معصومیت قائل میشه. ولی خب در امور روزمره بارها خودشون میدونن که اشتباه میکنن، خودشون میدونن که خیلی چیزها رو فکر میکنن درسته، ولی در روز خیلی اتفاقا میفته که متوجه میشن که اشتباه کردن، ولی خب با این حال اون نظریه خطا ناپذیری رو برای خودشون نگه. و در ادامه میگه که شهریاران مطلقه یا دیگرانی که به احترام نامحدود خو کرده اند معمولاً به درستی عقایدشان درباره هر موضوعی اعتماد کامل دارند. خب میگه که مستبدها، حاکمان خودکامه، شهریاران مطلقه، یعنی کسایی که قدرت مطلق دارن و همه ابزارهای نقد و همه شیوه های تصمیم گیری که در واقع غیر از قدرت مطلق خودشون باشه رو سرکوب کردن، یا نه اصلا کسایی که به احترام نامحدود خو کردن، یعنی مدام از اطرافیان تایید شنیدن، مدام تایید گرفتن، عادت کردن که هر چیزی که گفتن تاییدش میکنن، تایید بشن. اینها معمولا هر فکری که میکنن با خودشون فکر میکنن که کاملا درسته و به خودشون اعتماد کامل دارن. این بدترین اتفاقیه که ممکنه برای ذهن کسی بیفته که به ذهن خودش، به تشخیص خودش اعتماد کامل داشته باشه. که خب شما توی شبکه‌های اجتماعی هم دیدین، حالا بجز اینکه وضع حکومت ما الان اینجوریه و به هر حال وضع منتقدان و معترضان رو بگید، ولی شما توی شبکه‌های اجتماعی هم دیدید که خیلی‌ها به محض اینکه نقدشون میکنن برآشفته میشه. حالا من به اون کسایی حق میدم که در معرض توهین قرار میگیرن، اونا واقعا حق دارن عصبانی بشن. به هر حال کسی اونقدر اعصاب پولادینی نداره که بتونه 24 ساعته یا همیشه در معرض توهین و تخریب و شود ترور شخصیت و این چیزهایی که بیشتر توی سیاست کاربرد داره قرار بگیره، بعد دم نزنه یا اعتراض نکنه یا ناراحت نشه. هم چیز غیر ممکن. ولی خب شما کسایی رو هم میشناسید که فقط تایید دیگران رو میخواد، فقط متاسفانه این رو هم میبینید خیلی ها هستن که برای اینکه طرد نشن، برای اینکه فکر میکنن اون طرف دلخور میشه، همیشه تایید میکنن.
یعنی اون چیزی رو، اون خوراکی رو که اون شخص میخواد بهش میدن و اون همون تایید دائمی و همیشگیه. در حالی که هم چیزی غیر ممکنه. مگر میشه انسان، فرد انسان، یک موجود خیلی در واقع محدود با قوای شناختی محدود و اینها همیشه همه افکار و همه رفتار و همه اعمالش درست باشه؟ نمیشه واقعا. و خب اگر یک جامعه‌ای به جایی برسه که مردم این رو به عنوان یک نرم اجتماعی بپذیرن که همه رو فقط تایید کنن که مبادا حالا اون شخص عصبانی بشه یا ناراحت بشه یا مثلا چه شکل بیفتن، خب این جامعه استبداد پرور میشه دیگه، چون که این رویه های نقد رو از بین میبرن. و خب چارش هم اینه که به هر حال این در هر صورت نقد ها ادامه پیدا کنه. نقد ها، نه فحاشی و توهین، نقد هایی که حتی طوری مطرح بشن که طرف رو تحقیر کنن. چارش اینه که این شکل از نقد کردن بین خود مردم رواج پیدا کنه و مردم از این عادت دست بکشن که همیشه دیگران رو تایید کنن، یا همونطور که باز این روزها خیلی توی فضای شبکه‌های اجتماعی یا توی به حال فضاهای عمومی میشنوید، میگن بعضی ها رفتارشون یا رویکردشون استادیومیه. یعنی یه چیزی رو میگن و به جای اینکه اون رو در معرض نقد و بحث و پرسش و پاسخ قرار بدن، یعنی یک عده طرفدار برای خودشون جمع میکنن، یه عده هوراکش برای خودشون جمع میکنن که هر چیزی رو که گفتن رو با همون هورا کشیدن و با اون حالت هوچیگری تایید کنن و اون رو معیار درستی قرار بدن. یعنی بگن که ببینید که این همه آدم دارن میگن که تو درست میگی، پس لابد من درست. یه لشکری رو تشکیل دادم که اون لشکر مخالف رو از بین ببره، سرکوب کنه. خب معلومه عاقبت همچین روی کردی به کجا می‌کشه. مثلا ما وقتی در فضای گفتگوی عمومی، در فضای امر عمومی، عرصه عمومی قرار داریم که فضای تصمیم گیری، فضای افکار عمومی، فضای نقده، خب اگر قراره که به تصمیم‌های جمعی برسیم چاره‌ای نداریم جز که بحث کنیم. ولی خب وقتی همین فضای عمومی رو تبدیل کنیم به هورا کشیدن برای طرفداران این آقا و طرفداران اون آقا، این خانم اون آقا، خب معلومه که دیگه فقط اون کسایی برنده میشن یا میتونن اون تصمیم نهایی رو به کرسی بشونن که هوراکش بیشتری داشته باشن، که هوچیگری‌های بیشتری رو براشون انجام بدن. و خب این حالا به شکل رسانه‌ای هم در اومده. شما میبینید که کسی رئیس جمهور میشه یا چه میدونم نماینده مجلس میشه یا وزیر میشه، یک حزب سیاسی پشتشه، یکی به نویسنده یا در واقع صاحب قلم هستن که آمادن به محض اینکه اون یه تصمیم گرفت مدام اون رو تایید کنه. حالا در کشورها یا حتی توجیه کنه، با اینکه همه برای همه کاملا روشنه که این تصمیم اشتباه، این کار اشتباه، مثلا یک مفسدی رو، یک متهمی رو گذاشته توی پست، یا مثلا اون انتظاری که ازش دارن که در مقابل یک سری سیاست‌های غلطی، در مقابل یک حاکمی، در مقابل یک حالتی از استبداد بیسته، این کارو نکنه و اینا بیان با قلمشون این رو مدام توجیه کنن. خب این هم یک شکلی از هوچیگری هست. حتی توی اون یونان باستان، اون نخستین دموکراسی هم یه همچین پدیده‌ای وجود داشته که اینا وقتی اون انجمن‌های مردمی رو تشکیل میدادن یا اون مجلس مردمیشون رو تشکیل میدادن که تصمیم گیری کنن، یه عده‌ای بودن که بعد از این کسی استدلالش رو مطرح میکرد شروع میکردن به های و هوی و اجازه نمیدادن که دیگری صحبت کنه. ولی خب حالا به خاطر پیشرفت‌های رسانه‌ای و بزرگ شدن رسانه‌ها شکل این هوچیگری هم عوض شده. یعنی در واقع احزاب یک سری، حتی توی خارج از کشور، حتی توی کشورهای دموکراتیک، احزاب همیشه کسانی رو دارن که برای دفاع از سیاست‌های حزبی نیست، شغلشون نویسنده اون حزب، برای اون حزب قرار شده که روزنامه نگاری کنن و
از سیاست‌های اون حزب دفاع. ولی خب وقتی دیگه به هر حال توی سیاست که نمیشه همه چیز رو در واقع خیلی شسته رفته و تمیز نگه داشت، ولی لااقل اینه که به هر حال خیلی جاها می‌بینیم اگر یک کاندیدایی، یک گزینه، یک نخست وزیری رو یه حزب سر کار آورده، اون حزب می‌بینه که داره این حتی خود اون شهرت و اعتبار اون حزب رو زیر سوال میبره، یا به خاطر ضعفش یا فسادش در واقع یک تباهی ایجاد میکنه که پشتوانه مردمی اون حزب از دست میره، خود اونها دست به کار میشن و کنارش میذارن. ولی خب توی کشورهایی که کمتر توسعه پیدا کردن و همین شکل تاییدگری افراطی رو داریم، مدام میبینیم که همیشه همه چیز توجیه میشه و اینطوری نیست که حالا بگن خودمون پشیمانی برای این کردیم. خب این هم دیگه همون چیزی که اینجا میگیم دیگه، احترام نامحدود. خوب میکنن، عادت میکنن اینکه احترام نامحدود، تایید همیشگی رو داشته باشن. خب کسی که همیشه تایید بگیره هیچ وقت هم تصمیم نمیگیره که نظرش رو عوض کنه، هیچ وقت ترس اینو نداره که اشتباه کنه، چون میدونه همیشه کسایی هستن که حتی پشتوانه اشتباهاتش بشن. خب در نتیجه به یک شکلی از خطاکاری و به یک شکلی از استبداد رأی میرسه و این بعدی این عادت کردن به تایید همه جوره و همه جانبه است. خب برگردیم به متن و ببینیم که در ادامه چه جمله هایی مهم هست که بخونیم. خب اینجا میگه که به همان نسبتی که یک انسان به داوری شخصیش اعتماد ندارد، با یک نوع اتکایی بی‌قید و شرط به خطا ناپذیری جهان پیرامونش معمولا به آدم‌های پیرامونش اعتماد دارد. در اینجا جهان هر فرد به معنای بخشی از جهانی است که او در تماس با آن است، از حزب، فرقه و کلیسایش گرفته تا طبقه اجتماعیش. این آدم را در مقایسه با دیگران میتوان آزاداندیش یا بلند نظر به شمار آورد، زیرا هر چیزی که در کشور یا زمانه‌اش اعتبار داشته باشد برای او نیز کم و بیش اعتبار دارد. ایمان او به این مرجعیت جمعی هرگز با این آگاهی سست نمی شود که عصرها، کشورها، فرقه‌ها، کلیساها، طبقات و حزب‌های دیگر دقیقاً برعکس نظر او را داشته و حتی اکنون نیز دارند. هیچ چنین آدمی مسئولیت درست بودن عقیده‌اش با وجود مخالفت جهانهای دیگر با آن را به گردن جهان خودش می‌اندازد. او هرگز به این واقعیت نمی‌اندیشد که بر حسب تصادف یک جهان را در میان جهانهای گوناگون دیگر مایه اتکای خود قرار داده است. و همان علتهایی که در لندن او را به یک عیسی مسیحی وابسته ساختند، ممکن بود او را در پکن یک بودایی یا کنفوسیوسی به شمار بیاورد. خب حالا اون فضایی رو که گفتیم که تایید همه جوره و همه جانبه برای فرد درست میکنه، میگه که این اون رو توی یک جهان خاصی که خودش داره محصور بده. یا بهتر از یک اصطلاح امروزی استفاده کنیم، همیشه میگیم که فلان شخص توی حباب خودش محصور شد، توی حباب خودش اسیر شد و منظورمون هم اینه که این شخص یک محیطی رو برای خودش درست کرده متشکل از افرادی که اون عقاید خودش رو تایید کنه. یک جهانی رو برای خودش درست کرده که محصور، در واقع حتی سراغ جهانهای دیگه نمیره، از حباب خودش خارج نمیشه، بنابراین همیشه فکر میکنه که در واقع در اون حالت حق با خودش و خودش رو در اون حباب خودش. خب میگه که این آدم اگر به هر حال به شرایط اجتماعیش نگاه کنه که اگر به این دین اعتقاد داره به خاطر اینکه محیطش به حباب خودش همه به این دین اعتقاد داره، اگر این عقیده رو درست میدونه به خاطر اینکه توی همون حباب خودش بوده که اون عقیده درست دانسته شده، تایید شده. خب اگر همچین کسی توی این جامعه دیگه بود
به همین دلیل اون عقاید اون جامعه رو میگرفت، دین و مذهب اون جامعه رو میگرفت و خب حالا به هر حال روشن چیزی که داریم. اگر کسی که توی یک لندن به یک کلیسای مسیحی اعتقاد داره، همون اگر توی پکن بود یه بودایی یا کنفوسیوسی شد. و خب این دیگه تاثیر همونه. این میگن که اگر کسی هستی که از کودکی همون چیزی رو تکرار کردی که دیگران تکرار کردن، خب در واقع یک مقلدی، نه یک کسی که صاحب اندیشه است. وقتی تو از این حباب بری بیرون و ببینی در جهانهای دیگه چه خبره، در جوامع دیگه چه خبره، چه اندیشه های دیگه وجود داره، یا اصلا همون عقایدی که از محیط گرفتی رو زیر سوال ببری و بگی که من خودم باید ببینم در واقع حقیقت چیه، اون وقتی که در واقع به اون رویه خطاپذیری نزدیکتر میشه. خب ما از پرس نقل قول کردیم و گفتیم که روش خطاپذیری رو به عنوان یک رویه و به عنوان یک معیار برای روش علمی میخواست به کار ببره. خب خود پرس هم که حالا اینها رو که میخونیم شک نداریم که اینها تحت تاثیر، خب حتی خودشون هم گفتن، بارها هم اسم آوردن از تجربه‌گراهای انگلیسی و از جان لاک گرفته تا جان استوارت مین و خب البته پراگماتیست هایی مثل پرس شکل جدیدی از تجربه گرایی رو مطرح کردن و شکل دادن که با تجربه گرایی حسگرای در واقع انگلیسی خیلی تفاوت داشت. حالا اینجا بحثش نیست، اگر فرصت دیگری بود بیشتر دربارش توضیح میدیم. من در واقع میخوام به این اشاره کنم که پرس میگفت که انسان ها برای عقایدشون، حالا در سطح علمی که در سطح عمومی، روش هایی رو به کار میبرن. یکی روش تعصب. روش تعصب اگر استفاده میکنیم، اگر شخصی از روش تعصب استفاده میکنه، معناش اینه که یک عقیده رو میگیره و از تمام شواهد، از تمام چیزهایی که استدلال‌هایی که نشون میدن که عقیده‌اش غلطه یا ممکنه اون رو به این نتیجه برسونن که عقیده‌اش غلطه، روگردان میشه، از اینها چشم‌پوشی میکنه. خب این روش تعصب. روش دیگه روش اقتداره. روش اقتدار اینجوریه که یک نهادی، در واقع سازمانی مثل کلیسا، اقتدار محافظت از اون اصول اون عقاید میشه و اون عقاید رو ترویج میده، آموزش میده، نشر میده و همزمان کسایی که مخالف اون عقیدن رو سرکوب میکنه. مثلا جادوگران رو میسوزونه، دگراندیشان رو اعدام میکنه و غیره. این روش اقتدار. یعنی ما اینجا برای حقیقت معیار و ملاکی که داریم اقتدار اون نهاد، اقتدار اون سازمان. خب این هم مال یک عصری بوده که گذشته، این همون معمولا تیپیکال مثال همون قرون وسطا. و روش بعدی روش علمی. روش علمی هم همون خطاپذیری. خب اینجا چیزی که در واقع جان استوارت میگه در واقع داره همون روش اقتدار رو در زیر سوال میبره و خب میگه که اون این روش اقتدار از همین حباب‌های محدود، از همین محصور شدن در حباب‌های خودمونه که روش اقتدار به وجود میاد. وگرنه اگر هم اشخاصی که با استفاده از روش اقتدار چیزی رو حقیقت میدونن، اگر در شرایط دیگه بودن، باز هم با استناد به همون اقتدار یک چیز دیگه ای رو حقیقت میدونن. خب در ادامه میگه که با این همه، با یک استدلال ساده میتوان گفت که عصرها خطا ناپذیرتر از افراد نیستند، زیرا هر عصری به عقایدی باور دارد که در اعصار بعد نه تنها نادرست بلکه احمقانه انگاشته میشه. خب اینم درست میگه دیگه. ما از نظر همه ما الان احمقانه است اگر کسی فکر کنه که زمین صاف و مسطح و تخت گرد نیست. از نظر همه ما احمقانه است اگر کسی فکر کنه که منظومه شمسی طوریه که خورشید گرد زمین میشن. نمیدونم، از نظر همه ما
احمقانه است که در واقع کسی که دچار بیماری روانی هست به روانپزشک نیاز داره، ما فکر کنیم مثلا یک روح شروری، یک جنی تو وجودش حلول کرده و خیلی عقاید دیگه ای که شما میدونید الان به نظر ما احمقانه. هرچند متاسفانه هنوز کسایی هستن که دنبال جنگیر و رمال و اینها میرن. ولی خب به هر حال میگه که افراد که دانشگاهی میگه فقط افراد نیستن که خطا پذیر هستن، عصرها هم خطا پذیر. خب چون عقاید کلی یک عصر رو انسانها و نهادهای اون عصر تشکیل دادن. وقتی وارد یک عصر جدیدی شدیم اون حقایق و اون عقیده ها زیر سوال رفتن، عقیده های جدیدی جایگزین شدن. وقتی که عصرها در واقع اینطور هستن چه برسه به افراد. یعنی ما از همین الان نمیتونیم بگیم 100 سال دیگه چه چیزی درست دانسته میشه یا غلط. ممکنه 10 سال دیگه، 1 سال دیگه، 50 سال دیگه یک دانشمندایی پیدا بشن تمام این اصول فیزیکی که الان بهش اعتقاد داریم زیر سوال ببرن. همونطور که از نظر علمی بسیاری از اصول فیزیک نیوتن که از نظر فیلسوفای اون عصر یک چیز نهایی بود که به هیچ وجه نمیشد زیر سوال. ولی ما امروز با انبوهی از نظریه‌های فیزیکی روبرو هستیم که هر کدومشون یک بخشی از نظریه نیوتن رو زیر سوال می‌بره. و خب همینه، واقعا عصرها که عوض میشن در واقع عقایدشون عوض میشه، خب تو زمانه هم خطا پذیر. خب در ادامه میگه که مخالفتی که احتمالاً میتوان درباره این استدلال انجام داد باید چنین صورتی داشته باشد: در منع ترویج خطایی که اقتدار جمعی با قضاوت و مسئولیت خودش انجام میدهد مرزی بزرگتر از خطا ناپذیری این نوع اقتدار وجود ندارد. میگه که به هر حال اون خطایی که در واقع اقتدار جمعی، یعنی پشتوانه خطاپذیر، پشتوانه علمی، پشتوانه در واقع پشتوانه که بر اساس نقد و استدلال بوده وجود نداره و فقط اقتدار جمعی پشتش هست و اون خطا رو فقط بر اساس اقتدار داره ترویج میکنه. ما در منع اون ترویج هیچ فرضی رو بزرگتر از این نداریم که بگیم که در واقع اقتدارها رو هم نباید در واقع خطا ناپذیر بدونیم. اگر اقتدارها رو ما خطا ناپذیر بدونیم، یعنی بگیم که چون عده زیادی، چون قدرتی، چون در واقع اکثریتی پشت این عقیده هستن، در نتیجه این عقیده حقیقت داره و درسته، خب همین فرض در واقع کافیه که ما این رو چیز کنیم، چنین خطایی رو منع کنیم، چون بنیادش بنیاد درستی نیست که بتونه حقیقت داشتنش رو اثبات کنه. خب در ادامه میگه که اگر ما هرگز نمیبایست، حتی چند جمله پایین تره و جاهایی از متن رو که حالت تکراری دارن رو رد میکنم و جمله هایی رو که علامت دادم مهمتره اونها رو در واقع. خب در پایان همین صفحه 89 میگه وظیفه حکومت‌ها و افراد این است که درست‌ترین عقایدی را که می‌توانند داشته باشند پیدا کنند و این عقاید را با احتیاط سر شکل بستند و هرگز آنها را بر دیگران تحمیل نکنند مگر آنکه کاملا به درستی آنها اطمینان داشته باشند. خب این اطمینان از کجا میاد؟ این هم از اونجایی میاد که در واقع با اون مخالفت شده باشه و در مقابل اون نقدها تاب آورده. خب این صفحه بعد، صفحه 90.
خب در این صفحه که از آزادی کامل مخالفت با یک عقیده دفاع میکنه، آزادی کامل یعنی هیچ قید و بندی رو نمیشه براش گذاشت. در واقع باید اون آزادی مخالفت با یک عقیده باید کامل باشه، مشروط نباشه، محدود نشه. خب در واقع همون پاراگراف دوم یا انتهای صفحه 90 هست که اونجا میگه میان عقیده‌ای که با وجود برخورد با همه مخالفت‌ها رد نشده و آن عقیده‌ای که به خاطر روا نداشتن هر گونه مخالفت با آن درست انگاشته شده از زمین تا آسمان فاصله است. آزادی کامل مخالفت و عدم تایید یک عقیده همان شرطی است که فرض درست بودن کاربرد آن را در انجام مقاصد عملی ما توجیه می‌کند. به غیر از این شرط هیچ شرط دیگری نمی‌تواند برای هر موجودی با توانایی‌های انسانی اطمینان معقولی برای برهم بودنش فراهم کند. خب اون ابتدای جمله داره میگه که اگه شما یک عقیده‌ای دارید که با وجود همه مخالفت‌ها رد نشده و یه عقیده دیگه‌ای دارید که اون عقیده به خاطر این حقیقت دانسته شده که اجازه مخالفت باش داده نشده، بین این دو تا عقیده از زمین تا آسمان فاصله. خب این رو هم حالا توی صفحه‌های قبل توضیح دادیم که چه. بعد میگه که خب حالا ما از کجا بدونیم یه چیزی حقیقت داره هستن، چجوری پی ببریم یه چیزی رو فعلا معیار در واقع درستی بدونیم و با اتکا به اینکه اون عقیده رو درست میدونیم دست عمل به اقدام بزنیم. خب این رو ما از کجا بفهمیم؟ چه شرطی، چه معیاری هست که ما حتی شده موقتا یک چیزی رو درست بدونیم و بهش عمل؟ خب میگه که هیچ شرطی نداره جز این که اون عقیده آزادی کامل مخالفت باهاش رو قائل شده باشه. این تنها شرطیه که اون عقیده رو میتونه درستیش رو، میتونه حقیقتش رو، حالا چه به صورت موقت همیشگی، تنها چیزی که ما داریم، تنها معیار، تنها ملاک و شرطی که داریم اینه که برای اون عقیده آزادی کامل مخالفت قائل شده باشه. یعنی در واقع اگر بخوایم توی گزارش توی جمله ساده بیان کنیم میتونیم بگیم که شرط درست بودن یک عقیده آزادی کامل مخالفت با آن عقیده است و فقط این شرط آزادی کامل مخالفتی که میتونه به ما ثابت کنه که عقیده درسته، چون در مقابل اون مخالفت هاست که اون حقیقت داشتنش و اون میزان تاباوریش، میزان استحکامش برای ما مشخص میشه و روشن میشه. و میگه که به جز این شرط واقعا این شرط دیگه رو ما نمیتونیم بگذاریم. تنها شرطی که ما بتونیم یک چیزی رو یقین بهش داشته باشیم، حالا چه موقت چه دائم، همینه که ما اجازه بدیم که کاملا باهاش مخالفت بشه، کاملا زیر سوال برده بشه. حتی نه اینکه حالت لجاجت داشته باشه، بگیم ما حالا هر چیزی که گفته شد رو با یه حالتی بگیم که مطمئنا غلطه و رد بشیم. نه، کاملا باهاش مخالفت کنیم، به این معنا که کاملا تلاش کنیم استدلال‌های مخالفی بیاریم که اون عقیده رو زیر سوال ببره و بنیاد منطقیش رو، بنیاد عقلانی و معقول بودنش رو زیر سوال ببره. اگر از این آزمون بتونه رد بشه، از این آزمون بتونه در واقع به سلامت گذر کنه، ما فعلا میتونیم بگیم که حقیقت داره. خب پس در این صورت اشکالی هم نداره که اون رو بنیاد اون اقدامات و اعمالمون قرار بدیم، حالا چه در حوزه فردی چه در حوزه عمومی و سیاست. اگر هم بعداً حالا چه بر اساس پیامدهاست چه بر اساس نقدهای جدیدی که انجام میشه متوجه بشیم که این عقیده اشتباه بوده، خب ازش دست بکشیم. حتی بارها توی حوزه عمومی، توی عرصه عمومی یا افکار عمومی خیلی وقتها همه از یک عقیده پشتیبانی کردن، از نظرشون اگر
این بوده، نظرشون این بوده که اگر این هم چیزی که سیاست پیاده بشه خب یک پیشرفتی صورت میگیره. بعدن که انجام شده و پیشرفته توجه شدیم که اشتباه بوده و همه هم گفتیم که خب این کار اشتباه. خب پس ما فقط یک شرط میتونیم بگذاریم برای اینکه چیزی رو حقیقت بدونیم و اون اینه که اجازه بدیم کاملا باهاش مخالفت بشه، مخالفت معقول و منطقی، یعنی نقد بشه و ما از طریق اون نقد یا میفهمیم غلطه و ردش میکنیم یا محکمتر میشه، مستحکمتر و یقینی‌تر بهش پابند میشیم و بر اساسش عمل. خب پس این هم از شرط حقیقی بودن یا صادق بودن این عقیده از منظر روش خطاپذیر. خب صفحه 91 اینجا یک جمله داره و میگه که بیگمان نیروی ذاتی فهم انسان نمیتواند آن چیز باشد، زیرا در هر موضوعی که به خودی خود آشکار نباشد حتی 99 تن از 100 نفر آدم نمیتوانند ادعا کنند که از آن یک نفر باقی مانده ظرفیت تشخیص بهتری برای فهم آن موضوع دارد. خب اونجایی که ما گفتیم شرط در واقع آزادی مخالفت کامل با اون عقیده هست، معناش کمی هم بودیم، صرفا کیفی نبود. داره میگه که حتی اگر شما 100 نفر آدم رو در نظر بگیرید، 99 نفر بگن که این عقیده درسته، یک نفر مخالف باشه، تو نمیتونید با اتکا به اینکه این 99 نفر میگن این درسته شما بگید که خب لابد این درسته، اون شخص خطا میکنه. تو میگید که خب این حتی با اینکه یک نفره، یعنی ممکنه یک ظرفیت‌هایی، یک استعدادی، یک توانایی‌هایی داشته باشه که بتونه فهم درستری داشته باشه، بتونه جنبه‌های بیشتری از واقعیت رو ببینه، بتونه چیزهای بیشتری رو تشخیص بده که اون جمع حتی چه 99 نفر دیگه چه هزاران نفر دیگه باشن ممکنه به اون پی نبرده باشه. بنابراین ما حتی اون یک نفر رو هم باید اجازه بدیم مخالفت کنه که ببینیم که مبادا اون یک جنبه تازه‌ای رو تشخیص بده، مبادا اون یک در واقع نکته تازه‌ای رو تشخیص بده که ما بهش پی نبرده بودیم. و باز هم این آزادی کامل مخالفت یعنی حتی شامل یک نفری که بین یک جمعیت زیادی باشه هم و شامل اون هم بشه، چون هیچ کس نمیتونه تضمین کنه که اون تعداد زیاد، اون 99 نفر یا اون جمعیت بزرگ دارن اون مسئله رو از تمام زوایا میبینن. ممکنه یک نفر باشه که یک زاویه جدیدی رو ببینه و به جامعه عرضه کنه که خب توی تاریخ علم هم زیاد بوده و حال دانشمندانی بودن که نظریات انقلابی دادن که تمام نظریه‌های علمی زمان خودش رو یا تحت تاثیر قرار داده یا تضعیف کرده. خب میایم پایین‌تر بوده 7 سطح پایین‌تر میگه که به خاطر کیفیت ذهن بشر است که سرچشمه همه چیز قابل احترام در انسان، انسانی که به عنوان یک موجود عقلانی یا اخلاقی خطاهایش اصلاح پذیرند، انسان توانایی آن را دارد که نه تنها با تجربه بلکه هم با بحث و هم با تجربه خطاهایش را اصلاح کند. یا تنها با بحث و نیز تجربه میتوان نشان داد که چگونه باید یک تجربه را تفسیر کرد عقاید و عملکردهای نادرست به تدریج در برابر واقعیت عینی و استدلال تسلیم میشود، ولی واقعیت‌ها و استدلال‌ها برای آنکه هر گونه تأثیری بر ذهن داشته باشند باید خودشان را در پیشگاه ذهن عرضه کنند. خب اینجا میگه که در واقع اگر چیزی هست در واقع در انسان
قابل احترامی اصلا میگه سرچشمه هر چیز قابل احترامی در انسانه همون کیفیت ذهنیه، چون که انسان ها هم موجودات عقلانی هستن هم موجودات اخلاقی هستن و این دلیلش چیه که ما هم میتونیم عقلانی باشیم هم اخلاقی باشیم؟ چیه که این کیفیت خاصی رو به ذهن ما میده که سرچشمه همین چیزهای قابل احترام بشه؟ این که خطاهاش اصلاح پذیرن. و اگر انسان ها واقعا یک سری ماشین بودن یا حیواناتی بودن که فقط بر اساس غرایزشون عمل میکردن و فراتر از اون چیزی رو نمیدیدن، نمیفهمیدن، درک نمیکردن، خب نتیجهش این بود که رفتار عقلانی و اخلاقی هم نمیتونستن داشته باشن. رفتار عقلانی و اخلاقی از همین جا میاد که ما میتونیم خطاهامون رو اصلاح کنیم. ما اگر نمیتونستیم خطاهامون رو اصلاح کنیم که انقدر خودمون رو این موجود ویژه‌ای نمیدونستیم، انقدر خاص نمیدونستیم که بگیم نسبت به سایر موجودات جهان کرامت خاصی رو داریم. و خب همین قابلیت اصلاح کردن خطاهاست که در واقع از ما موجودات عاقل و اخلاقی میسازه. و در ادامه به یک نکته خیلی مهمی اشاره میکنه و میگه که خب حالا انسان ها چطور این توانایی رو دارن؟ میگه که هم تجربه و هم بحث، این دوتا همزمان با هم میتونن خطاها رو اصلاح کنن. اگر بحث به تنهایی باشه و هیچ ارجایی به تجربه نداشته باشه، این خودش میتونه خطاها رو حتی تقویت کنه. و اگر فقط تجربه باشه و بحثی دربارش نشه، خب ما نمیتونیم تجربه ها رو درست تفسیر کنیم و ازشون چیزی یاد بگیریم. ما خب وقتی در واقع این روش رو پیش بگیریم، یعنی هم بحث و هم تجربه رو برای تفسیر تجربه هامون یا پیش از اونها به کار ببریم، اینجوری که عقاید و عملکردهای نادرست به تدریج در برابر این واقعیت ها و استدلال ها تسلیم میشن. این جمله خیلی معروفی هم هست که جان دیوئی میگه که ما از تجربه چیزی یاد نمیگیریم، ما از تأمل روی تجربه است که چیزی یاد بگیریم. این از خطای بعضی از فیلسوفای تجربه گرای قدیمی بوده. فکر میکردن که ما انسان ها قوه ادراکیمون، قوه شناختمون شبیه یک ماشین هایی هست که واقعیت ها رو رونوشت، چیزی که این فهمی که ما از واقعیت ها داریم انگار کپی یا نسخه برداری یا رونوشت هایی از اون واقعیت ها هستن که توی ذهن ما قرار داریم. یک جنبه انفعالی رو برای ذهن انسان قائل می شدن، در حالی که اینطور نیست. یعنی ما قبلا فکر می‌کردیم ذهن انسان یک چیز لوح سفیدیه، حقایق روی اون حک میشن در اثر تجربه، اما فقط بر اساس تماسمون با تجربه است که این حقیقت ها رو روش حک میکنیم. در واقع اون قوای فعال خودمون رو که چیزها رو تفسیر میکنن، که چیزها رو حتی مفهومی و قابل فهم میکنن برای خودمون، اونها رو نادیده میگیریم، قوای فعال شناختی خودمون رو نادیده میگیریم. برای همین تجربه گرایی به اون شکل اولیه نموند که همه چیز رو ناشی از تأثیرهای حسی میدونه. وقتی به پراگماتیسم رسیدیم، اینجا اصلا خود تجربه به شکلی تفسیر شد، صورت بندی شد. به خاطر همینی که ما اینجا هم به دیویی استناد میکنیم که ما از تجربه خام که چیزی یاد نمیگیریم، ما از تفسیر تجربه هاست، از تأمل روی تجربه هاست چیزها رو یاد بگیریم. و خب همین تأمل روی تجربه ها هم نمیتونه به صورت فردی انجام بگیره. در حال هر کسی با فهم محدود خودش با تجربه ها مواجه میشه، روبرو میشه. بنابراین اینجاست که میگه که ما هم به تجربه نیاز داریم هم به بحث. در واقع با گفتگو با همدیگه است و در میان گذاشتن تجربه های مختلفه که در واقع به یک تفسیر
در واقع قابل اتکا به تصویر قابل اتکا از تجربه میرسیم که میتونیم برای همدیگه در واقع معیار قرارش بدیم یا حق بدیم که فعلا حقیقتی داره. پس خود تجربه به تنهایی بدون بحث، بدون تحمل، بدون اینکه ما از تجربه هامون تلاش کنیم چیزی یاد بگیریم و تجربه هامون رو تجربه های مختلف هم دیگره، چون هر کسی تجربه ای داره که با تجربه های دیگران متفاوته و فقط با بحثی که ما میتونیم اون تفسیر خاصی رو به دست بیاریم که همه ازش چیزی یاد بگیریم و یک حقیقتی رو در واقع کشف کنیم. در ادامه میگه که کمتر واقعیت‌هایی وجود دارند که خودشان داستانشان را به زبان آورند و بدون هر گونه تفسیر معنایشان را آشکار سازند. میگه که واقعیت که خودش رو روایت کنه، ما میریم سراغش و در واقع با تفسیر و بحث سعی میکنیم اون حقیقت رو، اون واقعیت رو ازش بیرون بکشیم. خودش که حرف نمیزنه. همون که گفتم ما نباید قوای ادراکیمون رو منفعل بدونیم، بلکه فعال ما داریم در با واقعیت رو بپیشیم. و میگه که قدرت و ارزش کلی داوری بشری تنها به این خصلت آن بستگی دارد که در صورت غلط بودن میتواند خودش را تصحیح کند و تنها در صورتی میتوان به آن اعتماد کرد که وسایل تصحیح آن همیشه در دسترس باشند. و میگه که اصلا قدرت و ارزش قضاوت بشر، داوری بشر چیه؟ که قدرت قضاوت ما، توانایی ذهنی ما ارزشمندن به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه همین که گفتیم، همین که میتونیم خطاها رو تصحیح کنیم، میتونیم اصلاح کنیم و خب بعد از اون بهش اعتماد میکنیم. و این شکلی از انسانگرایی هم هست، شکلی از هومانیسم هم هست. یا در گذشته یک عقیده‌ای به این دلیل قابل احترام بود که از وحی و الهام آسمانی اومده. خب ما چاره‌ای به جز سرسپردگی به اون عقیده نداشتیم. به هر حال به ما گفته میشه که حقیقت مطلق، عقیده مطلقی از جانب وحی، از آسمان، از جانب چیزی که فراتبیعی و کاملا مطلقه و فراتر از توانایی‌های فهم و درک ماست، از اون جانب رسیده. خب معلومه که ما دیگه راهی برای اصلاح یا بحث یا نقد یا گفتگو نداریم. ما فقط باید خیلی منفعل این رو بپذیریم و حتی مداخله ذهن ما یه جوری انحراف از اون حقیقت محسوب میشه، چون ما داریم اون ناب بودنش رو، اون مطلق بودنش رو، اون محض بودنش رو به هم می‌ریزیم. ولی این روی کرده که اینجا جان استوارت میل داره میگه، یه جوری حقیقت رو انسانی، اومانیستی، انسان گرایانه هم میکنه. حقیقت رو چیزی میدونه که ما بهش رسیم، نه چیزی که در واقع از جانبی فراتر از قوای شناختی ما به ما رسیده باشه اما چاره‌ای به جز تاییدش نداشته باشه. و خب همین توانایی ادراک ما، توانایی اصلاح و فهم ما، چه فهم ما از حقیقت ها، چه فهم ما از خطا هاست که هم داوری ما رو ارزشمند میکنه، همون حقیقتی رو که بهش رسیدیم رو در واقع ارزشمند میکنه. این یک فهم انسان گرایانه از حقیقت. خب در ادامه میگه که آن کسی که داوریش به راستی قابل اعتماد است چگونه قابل اعتماد گشته است؟ به این دلیل که همیشه ذهن خود را در برابر انتقاد از عقاید و کردارش باز گذاشت و نیز برای آنکه در هنگام عمل کرد گوشش را برای شنیدن به هر چی که در مخالفت با او گفته می شود باز گذاشت. خب اینجا دوباره یک اشاره، یک ارجاع و گذاری داریم به همون روش اقناع و روش علمی. و میگی که خب شما نگاه کنید، اگر یک حالا بیشتر درباره نظریه‌های علمی میشه مثال زد. چرا مثلا فلان نظریه قابل احترام برای ما؟ چرا یافته های علم، کشف های علمی برای ما قابل احترام؟
چون ما میدونیم که اون کسی که رفته این رو کشف کرده، این نظریه رو داده و خب تا اینجا فعلا به درستیش اعتقاد داریم و هنوز چیزی نیومده که اون زیر سوال ببره یا رد کنه. دلیل قابل احترام بودنش همینه که ما میدونیم که این رو از خودش در نیاورده، ما میدونیم که با تعصب روش تاکید نمیکنه، با زورگویی نمیخواد به دیگران تحمیلش کنه. ما میدونیم که یافته‌هاش رو با دیگران در میان گذاشته، میدونیم که اجازه داده دیگران نقدش کنن، میدونیم که دانشمندای دیگه روش بحث کردن، باهاش گفتگو کردن، بردن با تجربه های دیگه لفت دادن، با توی آزمایشگاهاشون با داده های خودشون تطبیق دادن و تایید کردن. از این طریق ما میدونیم که این نظریه درسته و میدونیم که قابل احترامه. یا حالا از حوزه علمی خارجش کنیم، وارد یک حوزه دیگه کنیم توی همین تصمیم‌های روزمره و فیلم‌هامون، حتی توی جمع‌های خانوادگی میگیم که خب این مشکل پیش آمده برای ما، این رو چیکار کنیم. اگر ما دور هم نشسته باشیم و استدلال‌های هم دیگر رو شنیده باشیم و از بین اونها یکی رو انتخاب کرده باشیم، خب چرا برای اون نظر احترام قائل شدیم؟ بخاطر اینکه اون طرف ما تونسته استدلال‌هایی بیاره، ما رو قانع کنه، بعد نقدی اگر وارد کردیم به اون فکر کرده، جواب داده و جوانب مسئله رو برای ما در مقابل دیگرانی که بهش نقد وارد کردن توضیح داده، برای ما تبدیل به یک عقیده قابل احترام شد. و به همین دلیلی که ما بهش اعتماد میکنیم، به همین دلیلی که اجازه میدیم که بر اساس اون عمل بشه و تبدیل یک عقیده محترمانه شده. ولی اگر همین کار رو با استفاده از زور، با استفاده از عصبانیت، با استفاده از دلخوری، نمیدونم قهر به معنای همین دلخور شدن و اینها، اگر به واسطه اینها سخن خودش رو، ادعای خودش رو به کرسی نشونده بود، خب معلوم بود که ما نکشت نمیگفتیم عقیدش یا چیزی که گفته نظرش برای مقابل احترام یا قابل اتکاست. خب بریم صفحه 92. اینجا یک جمله این هست که میگه که عادت ریشه‌دار به اصلاح و تکمیل عقیده شخصی از طریق برخورد با عقاید دیگران و در نتیجه کاربرد آن بدون هر گونه شک و تردید تنها بنیاد استوار برای اتکای درست آن عقیده است. خب اینجا داره میگه که ما اگر فقط یه بنیاد، یک بنیان، یک اساس برای اتکا به یک عقیده داشته باشیم، اون اساس چیه؟ اون بنیان چیه؟ اون بنیان فقط اینه که ما عادت داشته باشیم که عقاید شخصیمون رو اصلاح و تکمیل کنیم. از چه طریقی؟ از طریق در واقع دخالت دادن عقاید دیگران و خب بعدا هم کار بردنش و اعمالش بدون شک و تردید. این تنها بنیادیه که ما برای اتکا به یک عقیده می‌کنیم، همین که در معرض اصلاح و تکمیل از طریق عقیده‌های مخالف قرار داریم. خب پایین‌تر توی همین صفحه همین پاراگراف بعدی میگه گزافه نیست اگر بگوییم که ضروری است حتی خردمندترین آدم‌ها که بیشترین حق را دارند که به داوری خودشان اعتماد کنند، برای تضمین اتکا به عقیده‌شان باید آن را به تأیید جمع گوناگونی مرکب از چند خردمند، بسیاری از افراد نادان که عامه مردم نامیده می‌شوند برسانند. برای تفسیر یک تجربه باید درباره آن بحث شد. یک خب این چیزی که ما میخوایم به عنوان یک حقیقت بهش اتکا کنیم، بهش اعتماد کنیم، حتی خردمندترین آدم ها اگر باشیم، حتی اگر عاقلترین آدم ها دانسته بشیم، برای اینکه تضمین کنیم در واقع این عقیدمون رو بهش اتکا کنیم، نه تنها باید به افراد خردمند، حتی اون افرادی که از عوام میدونیم، حتی اون افرادی که از نظر ما نادانن، باید نظر اونها رو هم بپرسیم، دخالت
چون که به هر حال همونطور که گفتیم قوای شناختی انسان طوری هست، به هر حال حتی اون کسی که ما یه جور در واقع نقد تخصص گرایی هم هست دیگه. یعنی یه عده‌ای حتی توی سیاست میگن که همه چیز رو باید ما به دست متخصصان بدیم. خب این تا یک جایی درسته، به هر حال کسی که یک سمتی رو یک چیزی رو در عهده میگیره باید تخصص کافی رو داشته باشه دیگه. ما نمیتونیم کسی که تمام دانش و تجاربش رو مثلا توی حوزه کشاورزی داره ما بیایم کار مثلا بانکداری رو بریم بسازیم. خب این با عقول همه میخوریم، این رو کسی بهش اعتراض نداره، ولی آیا همون در واقع متخصص اقتصاد و بانکداری که ما میذاریم توی بانک، آیا اون میتونه تمام جوانب تمام زوایای مسائلی رو که مربوط به بانک میشه رو فقط با پشتوانه تخصص خودش بفهمه؟ و خب کسایی که خارج از اون تخصص قرار دارن هم از تصمیم ها و تأثیر اون کارها و اقداماتش در امان نیستن و بنابراین میتونن زوایای دیگه ای از اقداماتش رو بهش نشون بدن ولی اون که هیچ تخصصی درش ندارن. میتونن جنبه های دیگه ای از تصمیم ها و عقاید و تأثیر اقداماتش رو بهش نشون بدن که خودش حتی به پشتوانه تخصصی نمیتونه به اونها پی ببره. شما کشاورزی رو که می‌بینید دم یک بانکی یک اداره جمع شده، خب اون که تخصصی رو که مرتبط با تخصص اون مسئول باشه نداره، ولی خودش میدونه که داره از کجا آسیب میبینه، خودش میدونه که اون اقدام از کجا داره به ضرر میزنه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که چون توی این کار تخصص نداری پس اعتراض نکن، پس نظر نده، پس چیزی نگو و حالا ببین که اون متخصصی که از تو خیلی بیشتر میدونه و در رأس این اداره یا این تصمیم هست اون حالا ممکنه در آینده تو بفهمی که داشت به نفع تو بوده. نیست. اتفاقا متوجهی که از کجا داره آسیب میبینه و اتفاقا داره اون زاویه و اون جنبه ای رو به اون مسئول یا اون متخصص نشون میده که خودش نتونسته بهش پی ببره. برای همین میگه که شما حتی جان استارتین میگه که حتی باید بسیاری از افراد نادان که عامه مردم نامیده میشوند هم اینا بیان و اون تصمیم و اون عقیده شما رو به تایید برسونن. یعنی باید اونها رو هم توصیح کنه و از این طریقه که میتونید به بحثی برسید که اون تجربه رو تفسیر کنید. خب و خب در انتهای صفحه هم میگه تا اگر فلسفه نیوتنی بدون چون و چرا در گذشته پذیرفته میشد، انسان نمیتوانست اکنون حقیقت آن را با اطمینان کامل بپذیرد. باورهایی که ما بیشترین اعتماد را به آنها داریم هیچ تضمینی نمیتوانند داشته باشند مگر آنکه پس از قرار گرفتن در معرض داوری افکار عمومی جهان درست بودن آنها اثبات شده باشد. خب صفحه 93 صفحه 93 در یک جمله میگه که ما باید فهرست این آزمون ها را همچنان باز نگه داریم. اینجا ما یک سری آزمون هایی رو آوردیم مثال زدیم که گفتیم اینها کمک میکنن یا حتی گفتیم که شرط قابل اعتماد و قابل اتکا بودن اون عقیده و تصمیم ما هستن. میگه که باید فهرست این آزمون ها را همچنان باز نگه داریم تا اگر حقیقت بهتری در آینده پیدا شد از پذیرفتن آن محروم نمانیم. میگه خیلی خب حالا تا اینجا ممکن این شرط ها رو رعایت کرده باشیم، یک چیزی رو به یک تصمیم نهایی یا به یک عقیده نهایی رسیده باشیم و دیگه نباید اینجا متوقف بشیم بگیم که خب خیلی خب حالا تا اینجا ما این آزمون ها رو این در واقع شرط ها رو رعایت کردیم حالا این دیگه اون حقیقت نهایی. میگه اینطور نیست، میگه باید این آزمون ها همچنان باز بمونن که خب وقتی یک حقیقت بهتری در آینده پیدا شد از پذیرفتنش محروم نشیم. یعنی باز همون شرط ها فقط میتونن به صورت موقت باشن یا باید دائمی باشن دیگه. ما باید همیشه اون خطاپذیری و اون بحث و
تفسیر تجربه یا دیگه از تجربه همیشه اون رو باز داشت و میگه که در ضمن باید گفت که ما آن رهیافتی را به حقیقت پذیرفتیم که در روزگار ما امکان پذیر بوده است. این در واقع آن مقدار قطعیتی بود که برای انسان خطاپذیر دست یافتنی بوده. تنها راه دست یافتن به هر گونه قطعیت نیز همین بوده است. خب این آزمون ها رو ما باید باز بذاریم. چرا؟ چون که این زمانه با این امکانات، با این ابزارها، با این مقدار از فهم و دانشی که تا اینجا هست، ما تونستیم یک قطعیتی رو نتیجه بگیریم و این قطعیت امکان پذیری بوده. فعلا برای ما این ممکن بوده، وگرنه خب وقتی زمان بگذره، امکانات جدیدتری بیان، فهم بشر پیشرفت کنه، هوش بشر پیشرفت کنه، نسل‌های جدید که میان شکل دیگه ای از حقیقت رو، شیوه های دیگه ای رو در واقع امکان پذیر میکنن و ما همیشه با اون قطعیت امکان پذیر هست که میتونیم یک قطعیتی قائل بشیم، وگرنه ممکنه یک شیوه هایی از قطعی بودن حقایق باشه که ما برای ما هنوز امکان پذیر نباشه. و همینطوری هم بوده دیگه. یعنی یه زمانی یک ابزارهایی برای نجوم وجود داشته که حتی خیلی ضعیفتر و کمتر از یک تلسکوپ خیلی معمولی دستساز بودن که باشون مثلا فاصله بین ستاره ها و اینها رو مثلا استرلاب ممکنه یه چیزی رو با استفاده از استرلاب ما توی اون زمانه که فقط همچین امکاناتی در دسترس ما هست رو نتیجه بگیریم. خب بعضی وقتا هم بوده که یک اندازه‌گیری که با همونا انجام دادن هنوز هم قطعیت خودش رو حفظ کرده، ولی خب این قطعیتی بوده که اون موقع امکان پذیر بوده. ولی خب درباره چیزهای دیگه هرچند با قطعیت صحبت شده، ولی به محض اینکه امکانات بیشتری پیدا شدن، ما تونستیم درباره قطعیت چیزهای دیگه هم صحبت کنیم که اون موقع قبل‌تر از اون امکان پذیر نبود. خب پس این هم یک شکلی از موقت بودنه در واقع. اینها رو ما داریم نتیجه میگیریم و ما فقط درباره چیزهایی که برامون امکان پذیره در واقع داریم صحبت میکنیم. پس باز هم اینجا هم هیچ راهی برای خطا ناپذیری و معصومیت و اینکه ما اون یقین رو نهایی بدونیم نداریم. بیان که به صفحه 94. خب اینجا دیگه یک مقدار دوباره به فضای سیاست برمیگرده. من همین چند جمله‌ای که توی همین صفحه 94 هست رو میخونم، توضیح میدم اگر لازم باشه و جلسه رو به پایان میبریم یا به سوالات دوستان پاسخ میدیم که دیگه میکنم داریم به 2 ساعت نزدیک میشیم که خسته کننده هم نباشه. خب میگه در یک چنین موارد ضروری اعتقاد بر این است که چیزی نه چندان کمتر از مسئولیت به حکومت‌ها اجازه می‌دهد و حتی موظف می‌سازد که به عقیده خودشان که عقیده عموم انسان‌ها نیز تاییدش می‌کند عمل کنند. همچنین غالبا چنین استدلال و تصور می‌شود که هیچ کسی به جز آدم‌های بد نمی‌خواهند که این باورهای سودمند تصدیق شود. نیز چنین انگاشته می‌شود که جلوگیری از آدم‌های بد و بازداشتن آنها از آنچه که می‌خواهند انجام دهند به هیچ گونه نمی‌تواند غلط باشد. این شیوه اندیشیدن در جهت توجیه خودداری از بحث نه به حقیقت آموزه‌ها بلکه به سودمندی آنها ربط دارد. میخواد بگه که واقعا یک سری حقیقت‌هایی هستن که ما میتونیم بگیم که حکومت‌ها باید از این عقاید در واقع محافظت کنند.
چون مطمئنم برای همه ما این سوال پیش میاد که شما وقتی از آزادی مطلق عقیده حرف میزنید، آیا نمی‌ترسید یه عقایدی به وجود بیان که موجودیت جامعه رو، از شود صلح رو، امکان همزیستی رو به هم بریزن؟ آیا نگران نیستی که عقایدی وجود داشته باشن که خطرناک باشن، مثل همه عقایدی که معتقدن که مثلا باید دشمنان یک دین رو از بین برد، یا باید توی همه کشورها حکومت مستبدی وجود داشته باشه که از ارزش‌های دینی حمایت کنه و ارزش‌های دینی رو اجرا بگذاره، که حالا نمونه خیلی خیلی افراطیش رو مثلا در داعش دیدیم. اون یه وقتی شما به همچین شکلی از آزادی عقیده که میگید که کامل و بدون قید و بند باشه، از اینها نمیترسید. خب میگی که خیلی خب، حالا شما فرض کنید که ما بیایم برای جلوگیری از همچین چیزی بگیم که حکومت باید از یک سری عقایدی محافظت. مثلا عقاید اینجا منظورمون مثلا حقوق نیست، که دیگه مثلا حکومت باید از حقوق آزادی بیان دفاع کنه یا حالا بگیم دفاع نکنه، نه، وظیفه همیشگیشه باید انجام بده. منظور از این که از عقاید دفاع کنه مثل این که مثلا بگیم از این سری عقاید حالا سکولار یا دینی محافظت کنه، یا بگیم چون جامعه اینها رو در واقع عقیده های سالمی میدونه از اینها پیروی کنه و بقیه رو سرکوب. که خیلی خوب، شما برای این کار باید بگید که خود حکومت باید معصوم باشه، خود حکومت باید خطا ناپذیر باشه. اگر شما قائل بشید به اینکه حکومت باید از یک سری عقیده این جهانبینی ها، یعنی یک فلسفه، یک جهانبینی خاص، اگر معتقد باشید حکومت باید از اونها، از اون عقایدی که حتی شاید جامعه یا اکثریت جامعه باشون موافقه، از اون عقاید محافظت کنه، این به معنی اینه که شما برای حکومت خطا ناپذیری و معصومیت قائل باشید. چون که به هر حال این حق رو که باید از اون عقاید دفاع کنه از کجا میاد؟ از اینجا میاد شما اون حقایق رو مطلق و نهایی و خطا ناپذیر میده. خب پس به یک معنایی برای حکومت هم معصومیت قائل میشید، چون که قراره که از اون عقاید خاص دفاع کنه. خب بعد در ادامه جان اسکاتمی میگه که از کجا میاد همچین فکری که ما بگیم حکومت رو ضامن یا حافظ یه سری عقاید بدونیم. میگه این فکر از اینجا میاد که ما میبینیم اون سری عقاید، اون اندیشه ها سودمندن، سودی میرسونن دیگه. در حال ممکنه کسی با خودش بگه که الحاد مثلا، نه اسلام، نه مسیحیت، نه هیچ دین دیگه، الحاد یعنی اصلا باور نداشتن به وجود خدا، موجب صلح بین انسان ها میشه. پس حکومت بیاد این رو در واقع محافظت کنه، ترویج کنه و در نتیجه باید جلوی عقاید دینی رو هم بگیره. خب دیگه وقتی شما میبینید که این اندیشه فرض کنید الحادی باعث شد که اون افراطگری های دینی از بین بره، یه سودی از این اندیشه حاصل شد و این همینه که باعث میشه شما بگید که یک حکومت بیاد و از این عقاید دفاع کنه. میگه خب حالا حتی اگر ما بیایم سودمند بودن عقاید رو ملاک قرار بگیریم و بگیم که حالا کاری نداریم مثلا حقیقت دارن این عقاید یا نه، فقط بر اساس اون فایده‌ای که میرسونن حکومت رو وادار کنیم که از اون عقاید محافظت کنه، باز نگاه میکنیم که خب این سودمندی از کجا میاد؟ سودمندی از این جایی میاد که دوباره به مسئله حقیقت مربوط میشه. یعنی میگه که شما نمیتونید سودمندی، فایده داشتن یک اندیشه رو از حقیقت داشتنش جدا کنید.
حقیقت داشتن یک عقیده از سودمند بودنش جدا نیست. خب قبلا هم حسابی بحث کردیم که ما اگر یک چیزی رو حقیقی می‌دونیم به خاطر اینه که در معرض نقد و خطاپذیری و اصلاح قرار گرفت. خب وقتی هم که ما بیایم قدرت و اقتدار حکومت رو پشت یک عقیده قرار بدیم، خب اون خطاپذیری و حقیقتش رو هم در واقع کنار میگذاریم و در نتیجه سودمند بودنش رو هم ازش میگیم. اون سودمند بودنش از حقیقت داشتنش میومد و حقیقت داشتنش از همون خطاپذیری و بحث و استدلال. که خب حالا این متن رو میخونم و صحبتم رو تموم و میگه که سودمندی هر عقیده خودش میتواند یک عقیده باشد و مانند هر عقیده دیگری مناظره‌پذیر و قابل بحث است و همان اندازه که خود عقیده نیاز به بحث دارد. این نکته رو هم میگه دیگه، میگه که شما همین که میگید این عقیده سودمنده، خب این خودش یک عقیده است. یعنی این که شما عقیده دارید که فلان عقیده سودمنده، خب این رو چجوری میخواید اثبات کنید؟ غیر از اینه که دوباره به همون بحث و نقد و به خطاپذیری احتیاج دارید. خب پس چجوری میخواید یک اقتداری رو در واقع بذارید پشتش و بیایید و به حالت خطا ناپذیری قدرت رو در جانبش قرار دید؟ چون این که یک عقیده سودمنده هم خودش یک عقیده است که نیاز به اثبات داره و راه اثباتش هم همون خطاپذیری. و میگه که برای رسیدن به این نتیجه که یک عقیده زشت است به همون داوری خطا ناپذیری نیاز داریم که در مورد یک عقیده درست لازم است که گفتیم. و تا یک عقیده فرصت کافی برای دفاع از خود پیدا نکرده باشد نمیتوان آن را محکوم کرد. حتی کافی نیست که به یک بدبین اجازه دهیم تا از فایده یا بیزیان بودن عقیده خود دفاع کند، ولی همچنان اجازه ندهیم که از حقیقت عقیده‌اش دفاع کند، زیرا حقیقت عقیده بخشی از فایده آن است. ولی اگر می‌دانستیم که یک عقیده چندان مطلوب است که باید باورش کنیم، آیا دیگر نیازی به این داشتیم که بدانیم آن عقیده درست یا نادرست است؟ خب همونطور که گفتیم به هر حال ضرورت نقد و خطاناپذیری و در واقع جلوگیری از اینکه اقتدار و قدرت پشت یک عقیده قرار بگیره یا پشتوانه اینکه یک قدرت جمعی یا سیاسی پشت یک عقیده است اون رو حقیقت بدونیم، این رو رد. خب اگر سوالی هست در خدمت دوستان هست. بفرمایید جناب کلی. سلام خدمت شما دوستان عزیز. من یه سوالی برام پیش اومد چون آشنایی ندارم. میخوام بدونم علاوه تاریخی حرفایی که میل میزنه توی چه جامعه‌ای بوده، توی انگلستان توی چه برهه‌ی زمانی بوده؟ آیا این حرفا خیلی اون زمان عجیب غریب بودن یا نه یه جامعه‌ای بوده که این حرفا خیلی نرمال و عادی توش حساب میشده؟ خب همونطور که میدونید زمانی که جان استوارت میل و این کتاب رو نوشته، این بحث رو مطرح کرده، همون دیگه به هر حال دوره‌ای هست که انگلستان پارلمان داره، قوه قضاییه جزء داره و دیگه
حکومت دیکتاتوری نیست دیگه، همون قرن 19 و به هر حال اون آزادی های سیاسی و حقوق سیاسی و حقوق مدنی وجود دارن، اما هنوز نواقصی دارن، هنوز بعد چیزها جا نیفتادن. اینکه همین چیزهایی که داره مطرح میکنه، اینکه جامعه تا کجا میتونه عقیدش رو یا اون آداب و رسوم خودش رو تحمیل کنه. یعنی انگلستان این سیر تاریخی رو طی کرده که باید آزادی سیاسی وجود داشته باشه، آزادی بیان وجود داشته باشه، این حقوق حقوق مدنی سیاسی برقرار شدن، قدرت شاه محدود شده، پارلمان وجود داره و غیره. ولی خب در حال چون اینها اولین دموکراسی های مدرن بودن، همیشه نقایصی داشتن که مرور زمان تکمیل میکردند و اصلاح میکردند و پیش رفتند. و خب همونطور که خود جان استوارت میگه، انگیزش برای نوشتن این کتاب استبداد اکثریت، یعنی حالا مخصوصا توی این کتابی که درباره آزادی عقیده و اندیشه است، استبداد عقیده اکثریت. خب شما میدونید که انگلستان یک جامعه اشرافی داشته و جامعه اشرافی خیلی بهتر از جامعه های اشرافی دیگه‌ای که صرفاً تحت ستم و ظلم اشراف دارن. این جامعه اشرافی که در حال اون طبقه اشراف ارزش‌ها و ارزش‌های اخلاقی و سنت‌های اخلاقی فکری رو تعیین می‌کردن و آیا هم که در حال باید اشراف رو در نظر اخلاقی چه فکری و همزمان کلیسا و این جامعه سلسله مراتبی. و این جامعه سلسله مراتبی وقتی وارد حالت دموکراتیک میشه، برابری ها بیشتر میشن، خیلی چیزا توش عوض میشه. آزادی سیاسی، برابری سیاسی، خیلی برابری هایی به وجود میاد دیگه. مثلا اون طبقه اشراف یا ارزش های اشرافی معیار و ملاک قرار نمیگیرن دیگه. ولی خب میبینید که رسوباتشون توی جامعه همچنان ادامه داره و خب هنوز ممکنه مثلا اکثریت بگن که این ارزش ها رو باید یک عده برتری، یک عده نخبه، یک عده خاصی مطرح کنه. یا هنوز آزادی ها و حقوق فردی به اون مرحله نرسیده که جامعه به خودش اجازه نده که توی عقاید و نظرات افراد و اقلیت ها دخالت کنه. و خب این رو توی اون فضا داره نیست. در واقع داره اون آزادی ها و حقوقی که در واقع مستقر شدن رو تکمیل میکنه و از اون جنبه اجتماعیش داره تکمیل میکنه. این بیشتر حالت فرهنگی داره که فرهنگ جامعه رو به جایی برسونه که اون شکل از استبداد اکثریت در سیاست به استبداد اکثریت اجتماعی از نظر عقیده و اخلاق و غیره هم ورود نکنه، رسوخ نکنه و به هر حال حالا در ادامه میکنیم از فردیت افراد در مقابل جامعه تا دفاع کنه، چون فردیت ها رو منشأ خلاقیت و ابتکار و تغییر میدونست که حالا جلوتر بهشون میرسیم. ولی خب اون چیزی که خود جان استوارت میگفته انگیزش برای نوشتن این کتاب بوده هم همین استبداد عقیده اکثری. بله مرسی. خواهش میکنم. آقای امیر بفرمایید. ممنون جان یعقوبی، خسته نباشید. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. من سوالی که برام پیش اومد این بود که این بحثایی که در مورد خطاپذیری مطرح کرده و در مورد تقابل نظرات برای سنجش واقعیت و حالا وثوق یک گزاره مطرح کرد، میشه گفت اینا پیش زمینه‌های این ایده ابطال‌پذیری خودگرد یا بعد نگاه جامعه شناختی فلسفه علم به این جای صداتون قطع شد یا حالا صدای اطراف اجازه نداد صداتون برسه، ولی
چیزی که من فهمیدم این بود که نظرتون این بود که آیا این خطاپذیری هست که بنیاد نظریه ابطال پذیری رو شکل داده؟ درست فهمیدم؟ بله درست همین، و اینکه اون نگاه جامعه شناختی فلسفه علم که بیشتر قرن 21 بیشتر مطرح شد که حالا فلسفه علم رو به عنوان اینکه نظرات جامعه علمی رو معیار صرف بیشتر در نظر گرفت. اینا به نظر می‌آمد که گزاره‌های میل بیان شده بود که نظر در تقابل نظرات و اینکه انتقادات مطرح بشه میشه وثوق یک ایده رو سنجید. اینم به نظر میاد که پیش زمینه‌های اون میتونه باشه. بله همینطور اینها اه، اه، در واقع همون بنیادهای نظریه‌های جدیدتری رو مثل ابطال پذیری یا حالا خطاپذیری در واقع چیزی که پراگماتیست‌ها آوردن به شکل میده و از همینجا شروع میشه. منتها ابطال پذیری بیشتر بحثش متافیزیکیه، یعنی ابطال پذیری بحثش بر سر معنا داشتن این گزاره است. شما میدونید که پوزیتیویست‌های منطقی اومدن گفتن که هر گزاره‌ای که قابل تایید یا تکذیب بر اساس تجربه نباشه این رو میشه در واقع رد، باطل. که خب خیلی ها رو تکون داده. این گفتن خب این که درسته برای رد کردن گزاره های متافیزیکی به کار میده، ولی خب خیلی از گزاره های ریاضیاتی هم هستن که نمیشه در تجربه تایید یا ردشون کرد. بنابراین کوپر اومد و گفت که ما برای اینکه بدونیم یک گزاره ارزش صدق داره، ارزش صدق یعنی اینکه قابلیت تایید و تکذیب داشته باشه، معیار این ارزش صدق داشتن این گزاره رو میذاریم این که ابطال پذیر باشه، یعنی اینکه ما بتونیم اثبات یا ابطالش کنیم، حالا چه با استفاده روش تجربی چه روش های دیگه. بیشتر یک حالت منطقی بهش داد. خب اونجا دیگه بحث بر سر ارزش صفر گزاره هاست. اما اینجا که داریم از خطاپذیری صحبت میکنیم درباره کل معرفت بشر در تمام عرصه ها، در سیاست، در اخلاق، در عقاید روزمره عمومی، در عقاید علمی، درباره مجموعه معرفت بشری صحبت میکنیم. ممنونم، متشکرم. خواهش میکنم. دوستان دیگه؟ خب من فکر میکنم دیگه دوستان سوالی ندارند. اگر سوال نیست جلسه رو به پایان ببریم. خب خیلی ممنون از همه، خسته نباشید. ممنون از حضورتون و امیدوارم که شب خوبی داشته باشید.